پدرها نقش اول داستان زندگی خیلی از ما هستند. همانهایی که شاید قلب مهربانشان در پشت انبوهی از ریش و سیبیل پنهان شده باشد. همانهایی که آنقدر کم توقعند که با یک برات چای بریزم یا با یک دوست دارم بابای مهربونم یا حتی با یک جفت جوراب روز پدر چنان ذوق می کنن که بابت تمام زمانهایی که ناراحتشان کردیم شرممان می شود. پدرها دقیقاً همان تکیه‌گاه‌هایی هستند که بعد از هر خطایی که از ما سر می‌زند اولین نفری هستند که مطمئنیم ما را خواهند بخشید. شاید دستهایشان لطیف نباشد و همیشه بوی خوب ندهند، ولی با همان دستهای زبر و بوی مردانه همیشه سپر بلای ما در برابر اتفاقات ناگوار هستند. فرقی نمی کند که اوضاعمان چقدر خراب باشد و روزگارمان چقدر سیاه. همیشه اولین نفراتی که می توانیم رویشان حساب کنیم پدرها هستند. پدرها همانهایی هستند که خیلی وقتها حرفایشان را از طریق مادرها به گوش ما می رسانند و حمایتهایشان را به وسیله مادرها انجام می دهند. همانهایی که شاید زندگی در فضای مجازی را خوب بلد نباشند ولی قطعاً در زندگی واقعی پررنگ ترین نقش را دارند. همانهایی که خدای نکرده اگر روزی نباشند متوجه می شویم که چه بلایی بر سرمان آمده است. بلایی سخت‌تر از تمام بلاهایی که می شناسیم. حتی اگر بزرگ شویم و زمان زیادی از نبودنشان بگذرد و حتی اگر ادعا کنیم که خیلی قوی هستیم، باز هم در خلوتمان که میدانیم چقدر جایشان خالی است نمیدانیم. پس یادمان نرود تا زمانی که پدرها هستند از بودنشان لذت ببریم و باعث لبخندشان شویم، پیش از آن که خندیدن در کنارشان تا ابد حسرتی بشود در کنج قلبمان. روز پدر مبارک. وقتشه که بریم سراغ چند تا از پدرای مهربون و کار درست مرکز آهن. خب بریم همکف. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه. حاج آقا امروز روز پدره. اولین که تبریک میگیم به شما که یکی از پدرهای درجه یک مرکز آهن هستین که پدر معنوی خیلی از بچه‌ها به حساب میاین. جمله که پدرتون به شما گفته و همیشه تو ذهنتون مونده رو اگه به بچه‌ها بگین ما ممنونتون میشیم. خیلی متشکرم. منم به تمام پدرها تبریک میگم. باید در کارمون صداقت و درست کاری داشته باشیم و این رو به بقیه آموزش بدیم. متشکرم حاج آقا. آقای نوری، یکی از درجه یکای مرکز آهن، یه جمله اگه بخواید به پدرتون بگین یا یه جمله‌ای که پدرتون به شما گفته و همیشه تو ذهن شما مونده رو به بچه‌ها بگین. سعی کن همیشه راه راست رو بگیری. خدای نکرده اون مغازه کار میکنی دست کجی نکنی، همیشه کارت رو باشه، گیر نباشه بکسی. خیلی ممنون. آقای کریمی سلام. میخوام یه جمله به پدرتون یا جمله‌ای که پدرتون به شما گفتن و همیشه تو ذهنتون میمونه رو برای بچه‌ها بگید. سلام خدمت دوستان عزیز. ان شاءالله که این روز پربرکتی باشه برای همه پدران. دستشون میبوسم که با صداقت منو بزرگم کرده، همیشه کنارم بوده، راهنمایی خیلی خوبی به من کرده و هیچ ناراحتی و دلخوری هم از دستش نداره. متشکرم، مرسی از شما. خب بریم طبقه 2. سلام آقای میردامادی، وقتتون بخیر. سلام، مخلصم آقا، وقت شما بخیر. اگه یه جمله بخواین به پدرتون بگین یا یه جمله‌ای هست که پدرتون به شما گفته و همیشه تو ذهنتون میمونه، اون جمله چیه؟ جمله‌ای که میخوام بهش بگم همه زندگی و مدیونشن. یعنی کل زندگی همه هستیمون و مدیون پدرامون هستیم و واقعا عاشقانه دوستش دارم. خیلی ممنونم، ان شاءالله که همیشه شاد و موفق باشید. شما سلامت باشین.